گیدروگنانی چرب‌ها گفته چی را می‌فهمید؟ گیدروگنانی چرب‌ها گفته ریاکسیای بین گیدروگن و چرب‌ها را می‌نامند. گیدرولیز چرب‌ها چیست؟ گیدرولیز چرب‌ها گفته ریاکسیای بین چرب‌ها با آب که در نتیجه چرب با گلیسرین و کسلات‌ها مبدل می‌شود. گیدرولیز چرب‌ها می‌نامند. اولین مراتب اصطلاح کربوهیدرات را عالم استونیایی شمید پیشنهاد کرده بود. فرمول عمومی آنها CN در درون قوس H2O M می باشد. کربوهیدرات ها به چند قسم جدا می شود. از روی ساختشان کربوهیدرات ها به 3 قسم جدا می شوند: مونوساخارید ها، دیساخارید ها، پلیساخارید ها. ریاکسیایی که در نتیجه آنها از ماده های مولکولشان خورد ماده های کلان مولکول حاصل شده، در برابر این ماده های علاوگی جدا می شوند. ریاکسیه های پولیکوندن شوی نامیده می شود. مونوساخارید هایی که گروه آلدهیدی دارند آلدوزه ها یا آلدهیدروسپیرات ها نامیده می شوند. کتازه ها مونوساخارید هایی می باشند که در مولکولشان گروه کتونی دارند. مونوساخارید هایی که در مولکولشان 5 اتم کربن دارند پنتوزه ها می نامند. مونوساخارید هایی که در مولکولشان 4 اتم کربن دارند تترازه ها می نامند. با تأثیر نور روشنایی از ماده های غیر ارگانیکی جدا شدن ماده ها را فتوسینتز می نامند. گروه فونکسیونالی برای اسپیرت ها گروه OH گیدروکسیل می باشد. گروه فونکسیونالی برای آلدهید و کتون ها گروه کربونیل می باشد. گروه فونکسیونالی برای کسلات ها گروه کربوکسیل یعنی کربن OOH می باشد. کربوهیدروژن های را که فرمول عمومی CnH2n-2 داشته در مولکولشان بندهای دوچنده موجود است. کربوهیدروژن های نوسر می نامند. کربوهیدروژن های نوسر را الکن ها یا الکادین ها و الکین ها نیز می گویند. کربوهیدروژن های را که فرمول عمومی CnH2n داشته در مولکولشان بین اتم های کربن یک بند دوچنده دارد. کربوهیدروژن های قطار اتیلنی یا الکن ها نامیده می شوند.